امروز میخوام در مورد یک موضوع واقعا هیجان انگیز باهاتون حرف بزنم. چرا باید در سال 2026 یک کسب و کار انفرادی با کمک هوش مصنوعی راه اندازی کنیم؟ برای اینکه چطور بدون نیاز به کارمند، سرمایه کلان یا دانش فنی پیچیده برنامه‌نویسی یک کسب و کار ارزشمند بسازیم. هوش مصنوعی رو به عنوان شریک اصلیتون به کار بگیرید. بیایید با هم ببینیم چطور میتونید از این فرصت طلایی استفاده کنید. اول از همه بیایید ببینیم چرا سال 2026 زمان ایدئالی برای شروع یک کسب و کار انفرادی با AI هستش. بر اساس روندهای فعلی تا سال 2026 ابزارهای هوش مصنوعی مثل مدل‌های زبانی پیشرفته AI ایجنت‌ها و پلتفرم‌های نوکد خیلی قوی‌تر و در دسترس‌تر هستند. مثلا گزارش‌های جدید مثل گزارش کارتا نشون میده که در سال 2024 حدود 38% استارتاپ‌ها بدون سرمایه‌گذاری خارجی توسط بنیانگذاران انفرادی راه اندازی شدند که تقریباً 2 برابر آمار سال 2015 هستش و در سال 2025 این عدد حتی بیشتر هم شده، به خصوص در حوزه AI. چون ابزارها اجازه میدن یک نفر کار یک تیم رو کامل انجام بده. این به این خاطره که AI حالا میتونه وظایفی مثل کدزنی، طراحی سایت، بازاریابی دیجیتالی و حتی مدیریت مشتری‌ها رو بر عهده بگیره. تصور کنید ایده‌تون رو به AI توضیح میدید و اون براتون یک اپ کامل میسازه بدون اینکه نیاز به استخدام برنامه‌نویس داشته باشید. این اهرم قدرتمند به یک نفر اجازه میده کار صدها نفر رو هندل کنه و کسب و کار رو سریع رشد بده. وقتی تجربیات کارآفرینان و سازندگان ابزارهای AI رو میخونم، یک سوال توی ذهنم اومد. آیا یک بنیانگذار انفرادی میتونه یه شرکت 100 میلیون دلاری بسازه؟ واقعیت اینه در سال 2025 AI داره تبدیل به هم بنیانگذار واقعی شما میشه. ما شرکت هایی رو میبینیم که میلیون ها دلار در ماه درآمد داره و فقط توسط یک نفر ساخته شدن. اما اون یک نفر که بلد چطور از AI نهایت استفاده رو ببره. این نه فقط در مورد انتخاب ابزارهای درست مثل چت جی پی تی یا ریپل هست، بلکه بیشتر در مورد مایندست یا طرز فکر شماست. شما باید بتونید به AI دقیق توضیح بدید چی میخواید، چطور باید انجام بشه و مطمئن بشید که خودتون بهترین فرد برای اجرای ایده‌تون هستید. جاد موساد، بنیانگذار ریپل، باور داره که لورج دیگه فقط به سرمایه یا اندازه تیم محدود نیست، بلکه به وضوح فکری شما بستگی داره. هر چقدر مشکل یک حوزه خاص رو عمیق‌تر بشناسید، AI بیشتر میتونه تواناییتون رو چند برابر کنه. یک نفر که یک مشکل رو خوب درک کنه، حالا میتونه چیزی بسازه که قبلا یه تیم بزرگ نیاز داشت. یا مثلا مایک کریگر، یکی از بنیانگذاران اینستاگرام، میگه تمرکز و انرژی در تیم‌های کوچیک مثل 1 یا 2 نفر فوق‌العاده است. شریک داشتن خوبه برای حمایت در سختی‌ها، اما با اضافه شدن هر نفر جدید مدیریت ایده ها و تغییر جهت سخت‌تر میشه. حالا با AI حتی یک نفر میتونه خودش رو اسکیل کنه، سریع پیش بره و یک پارچگی مفهومی کسب و کارش رو حفظ کنه. واقعیتش اینه من ابزارهای AI رو مثل هم بنیانگذاران مجازی میبینم. اونا خلاقیت شما رو جایگزین نمی کنن، بلکه تقویتش میکنن و کمک میکنن زمانتون رو روی چیزهای مهمتری صرف کنید. قبل از اینکه بریم سراغ چت جی پی تی و ریپل و پرامپت بنویسید، اول باید وضوح فکری خودتون رو بشناسید. دانیل پرسلی این رو فاندر اپورتونتی فیت میگه، جایی که چیزی که جهان نیاز داره با چیزی که شما عاشقش هستید هم پوشانی پیدا میکنه. استراتژی سادهش اینه که مکس کنید، فکر کنید و بنویسید. برید به یک پیاده روی بدون گوشی و موسیقی و به این فکر کنید آخرین باری که برای یک گروه خاص کار ویژه‌ای کردم و نتیجه عالی گرفتم چی بوده. بنویسید چی کار کردید، برای کی، نتیجهش چی شد، چرا ارزشمند بود و گام به گام چطور پیش رفتید. این باید از تجربه‌های واقعی خودتون باشه. بعد ببینید آیا میتونید این رو به افراد دیگه‌ای توضیح بدید. مهم اینه که چیزی باشه که از انجامش لذت میبرید تا بتونید طولانی مدت بمونید. حالا که به وسط ویدیو رسیدیم، اگه این حرفا به دردتون خورد و جالب بود و حس کردید میتونه به دردتون بخوره، لطفاً ساب بکنید و کانال رو هم لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید تا الگوریتم یوتیوب این ویدیو رو به دوستانتون
نشون بده. ایده بهترین استارتاپتون معمولا چیز کاملا جدیدی نیست، بلکه چیزی که قبلا برای کسی با موفقیت انجامش دادید و در تجربه کنجکاوی و الگوهای ذهنیتون جاسازی شده. مثلا چیزی که دوستان یا مشتریاتون همیشه در موردش ازتون میپرسن. این همون مزیت رقابتیتون هستش. وقتی ایده‌تون رو پیدا کردید، سوال بعدی این نیست که چی بسازید، بلکه چطوری بسازیدش. اینجا کدزنی تبدیل به یه نوشتن خلاقانه میشه. برندگان اونایی نیستن که سینتکس کد رو حفظ باشن، بلکه اونایی که دقیق بتونن توصیف کنن چی میخوان. یکی از ایده های جذاب امسال اینه که AI دیگه فقط دستیار نیست، بلکه همکار واقعی شماست. افرادی مثل مایک کریگر از آنتروپیک میگه که همیشه اولین پیشنویس رو خودش مینوشته. قبل از نشون دادن به دیگران به کلود میگه این رو دارم مینویسم، چی کم داره؟ بررسیش کن. گاهی چیزی رو یادآوری میکنی که فراموش کردید، گاهی هم بعد جدیدی رو بهش اضافه میکنه. هر اپ یا محصول وایب یا حس بنیانگذارش رو منتقل میکنه. پس هر چقدر دقیق‌تر موفقیت رو تعریف کنید، AI بهتر کار میکنه. شغل شما به عنوان بنیانگذار حالا طراحی سیستم هاست، مثل یه رهبر ارکستر که صدا و موسیقی رو میشناسه اما لزوما همه سازها رو نمیزنه. حالا اگر AI تقریبا همه چیز رو میتونه انجام بده، چی بسازید؟ معمولا کارشناسا میگن که بهترین شرط بندی رو روی علاقه شدید خودتون بذارید، نه بازار یا رقبا. وقتی ایده‌تون کار کرد، رقبا خودشون میان. پس باید چنان علاقه‌مند باشید که علیه همه موانع پیش برید و عمیق‌تر از همه کار کنید. حتی اگر چیز عالی بسازید، چالش بزرگ شما دیسکاوری هستش. در سال 2025 AI نه تنها محتوا میسازه، بلکه ریکامند هم میکنه. پس باید کسب و کارتون رو طوری طراحی کنید که با الگوریتم ها سازگار باشه. برای شروع اول ایده‌تون رو با فاندر فیت پیدا کنید. بعد ابزارهای مناسب رو انتخاب کنید. مثلا جاسپر برای تولید محتوا، وب فلو برای ساخت سایت بدون کد یا گیت هاب کوپایلوت برای کمک در کدزنی. برای بازاریابی هم از AI ایجنت ها میتونید استفاده کنید. رشد رو با بهبود کوچک‌های روزانه اسکیل کنید. مثلا همون اصل 1% بهتر هر روز که منجر به رشد انفجاری میشه. علاقتون رو نگه دارید و به AI به عنوان یک همکار واقعی نگاه کنید. سال 2026 فرصت عالیه برای اینکه شما هم یک امپراتوری انفرادی خودتون رو بسازید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً به دوستانتون بفرستید. ساب و لایک هم یادتون نره. ممنون که تا آخر همراه هم بودید. دمتون گرم.